توی گروه جمع. همچنان دارید ثابت میکنید که این کوملایی آدمای بدی بودن. آره ولی خیلی وقت گذشته نه؟ شنام. و این عملیات هم چون در تپه شنام و قله شنام اتفاق افتاد اسمش عملیات شنام نام. خاطرات خودنوشت کیانوش گلزار راغب، حبسنامه ای از ادبیات معاصر ایران. خاطراتی که سالها در محفظه ذهن نویسنده با او همراه و همنشین بوده است. روایت یک عشق نافرجام. خنده شنام خنده یک بیمار است. بیمار عشق، خنده دلتنگی، خنده خون. پاسداری عاشق زنی میشه، اینو منتشرش میکنن، جزو محرمات نیست و جزو چیزایی که دیگه آزاد شده. برای خوبه، خیلی عالیه و میگم دستم درد نکنه واقعا. شرکت انتشارات سوره مهر، ناشر اندیشه و هنر ایران اسلامی